همچنین بفرما داداش آتیش داری؟ حامد بیا سلام خوبی؟ یا علی یا علی بگو نه چه پسری ماشالله قربونت برم بینا. این هفته خبر تو خبر داره براتون از رفتن این دراکولای نظام به دانشگاه که اولش با مزه ریختن و این دلقک بازی ها شروع شد. اللهم بیر آقا. آقا شما هفتونو بگید یلا. آقا بگید فرمایشتون رو بگید. اما طولی نکشید که اون روی رئیسی قاتل بالا اومد، شروع کرد به داد و قال و تقلا برای جلوگیری از پریشون شدن عمامه عظما. رهبری یه ناراحتی یه مریضی خیلی مختصری پیدا کردن، چند تا پیامک از به ایشون اومد. این پیامک‌ها رو من میگم کسایی که شفاهی نگفت، فقط پیامک 400 میلیون خورده پیامک اومد. جمعیت ایران چقدره؟ این 400 میلیون خداوند چجوری دلهاشو با ایشون کرده؟ و حالا این شما و این یه چشمه از محبوبیت عظما در کشورهای منطقه. شیخ فری هم که یه زمانی با وعده اعتدال و تعامل و این کشکیات روی کار اومده بود، حالا از ترس مردم دنبال قطع کردن اینترنت و راه اندازی شبکه آخوندیه. و انشاءالله در زمینه این که ما بتونیم شبکه ملی اطلاعات داخلیمون رو اونچنان تقویت کنیم که مردم بتونن برای نیازمندی های خودشون نیازی به خارج نداشته باشن. و اخیراً هم مقام معظم رهبری دستوری در این زمینه دادن که انشاءالله در شورای عالی فضای مجازی ما اون رو دنبال میکنیم. از اونجایی که میترسن همین موضوع اینترنت ولایی زمین ساز قیام بشه، تیویریش رو مأمور کردن تا با این برنامه‌های دو پولی قطع کردن مردم از دنیا رو توجیه کنه. ما در این شرایط به هر حال مواجه میشیم با منفعت عمومی و امنیت داخلی و نجات جان مردم و یک سری فعالیت‌هایی که حتما در مقابل یک هزینه ولی جلوی هزینه‌های بسیار بالاتری گرفته میشه. البته دو جمله بعد خود گزارشگر تیویریش بند رو آب میده و میگه اینا همه از ترس سرنگونیه. قرار بود فراتر از خرد کردن بانک‌ها و آتش زدن و قتل و غارت، کار به آشوب‌های فراگیر و اغتشاش سراسری، خارج شدن اوضاع از کنترل دولت و در نهایت به خیال خام بیگانگان براندازی ختم بشه. البته خود آخوندام خوب میدونن که فاز بازندگیشونه و هر توپی رو به هر سمتی پرت کنن النهایت خودشون دراز میشن. یک ساعت ما جواد برو. سریال ترس و وحشت مهره‌های نظام از استمرار قیام همچنان ادامه داره و آخوندا رو حسابی گیج کرده، به طوری که خودشون هم نمیدونن چی دارن میگن. یه نمونه رو ملاحظه کنید. ببینید مردم معترضن، بیش از گلمند، معترضن که بهشون توهین شد، معترضن که ببخشید آدم حسابشون نکردن توی اینجور تصمیم گیری. بالاخره اونایی که اومدن اعتراض شدید کردن درسته زیاد بودن. حالا درست وسط چنین هنگامه‌ای آخوندا جدیدترین برگ دزدیشون از مردم رو کردن و بحث فروش صندلی اتوبوس‌ها رو پیش کشیدن. فروش صندلی‌های اتوبوس شرکت واحد، این خبری بود که دیروز به نقل از مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران منتشر شد و واکنش‌های زیادی به همراه. البته بعدش از ترس خشم مردم بلافاصله ترمز دستی رو کشیدن و این طرف رو آوردن توی تیویریش تا بگن قضیه استارتاپی بوده. اما چنین طرحی در حد یک استارتاپ هست
و مورد تایید شهرداری تهران قرار نگرفته و همونجور که شهردار محترم تهران اشاره کردن چنین موضوعی در شرایط فعلی نه در دستور کار ما هست و نه منطبق با کار کارشناسی که ما انجام دادیم. تنفر مردم ایران از خامنه ای آخوندا رو حسابی به وحشت انداخته. به خاطر همین هم است که مدام در حال قصه سازی و دروغ بافی برای عثمان. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله گفت محضر رهبر انقلاب بودم خیلی سال پیش، بحث مفصلی داشتیم در موضوع حکومت و اینها، به شب کشیده شد. آقا فرمودن به دفتر که شام بیارید برای آقای جوادی. از اول جلسه هم آقازاده بزرگترشون محضرشون بودن، تو جلسه هم حضور داشتن. تا گفتن شام بیارین بچه‌ها چنان تربیت شدن، سریع این آقازاده بلند شد بره تو خونه. آیت الله جوادی میگم من گفتم آقا بشینید، به حضرت آقا عرض کردم آقا بذارید ایشون بشینن با هم شام بخوریم. آقا بدون هیچ تعارف فهمیدن نه خیر آقای جوادی شما برای کار حکومت اومدی، این غذا هم از بیت الماله میتونی بخوری، اما ایشون حق نداره بخوره، بره خونه هر چی هست بخوره. با این وجود خودشون هم میدونن که قیام ادامه داره و راهی جز انقباض ندارن. این پاسدار عباسی از حالا داره برای شورای نگهبان خط و نشون میکشه که به جز نوچه‌های عظما هیچ کی رو نباید برای نمایش انتخابات تایید صلاحیت کنید. لذا فتنه 1398 تازه شروع شده. 90 روز دیگه یه دونه لیبرال تایید صلاحیت شده باشه، یه دونه حزب کارگزارانی، یه دونه حزب اعتدال توسعه، یه دونه حزب مشارکت، یه دونه حزب اعتدال ملی، یه دونه کسایی که تو این لیستای به اصطلاح سازمان مجاهدین انقلاب هستن دارن پشت ولایت فقیه رو به قول معروف اینجوری خالی میکنن. اگر که اینا تایید صلاحیت بشن ما از چشم دوستان شورای نگهبان میریم. البته این گاز دادن ها به جایی نمیرسه، به زودی مردم همشون رو کله میکنن. مشنگستان این هفته رو با دعوای ازقدی و شیخ فری شروع میکنیم که حسابی رسانه‌ای شده. آقای روحانی گفت که مردم تا صبحش من پیگیر بودم چی میشه، خبرایی که میدادن این بود که مردم همه آرومن راضی‌ان، خیلی اوضاع داره راحت درست پیش میره. این آقای روحانی توی جلسه گفت. خب هم به هم دیگه نگاه کردن درست نیست. و ایشون گفت بعد بعضی مراجع اعتراض کردن، این باعث شد که اختشاشا شروع شد. بعضی مراجع و بعضی نماینده ها. خب این غلطی هم. من گفتم آقا شما این واقعیت نداره، کف جامعه این نبوده. مسئولین آمدن روز قبلش روزه قبل آمدن به مردم دروغ گفتن. اصلا بحث من بحث بنزین نیست. چون شما آمد همونجور بی مقدمه نیم ساعت 40 دقیقه راجع بنزین حرف زد. آقا شورای انقلاب فرنگی مگه جای بنزینه؟ ببینید کار به کجا رسیده که این جوجه طلبه هم توی تیوی ریش شیخ فری رو سکه یه پول میکنه. BBC با مردم ایران گفتگو میکنه، رئیس جمهور ما مردم ما گفتگو نمیکنه. بنزین گرون میشه، بعدا میگه که من فردا صبحش فهمیدم. آخه ما رو چی فرض کردین شما؟ تو اصلا ما رو هیچ چی حساب نمی‌کنی. تو قرار بود نوکر ما باشی. ما تو رو انتخاب کردیم که نوکری ما رو بکنی. تو قرار بود که مراعات ما رو بکنی. تو مراعات ما رو نمی‌کنی. تو هر کاری دوست داری می‌کنی. رئیس جمهورمون باید تواضع کنه جلوی ما. بعدم رئیس جمهور نظامشون رو سوژه طنز میکنن و اینجوری از خجالتش در میاد. سلام، در خدمت یک مسئول خیلی خوشگل و محترم هستیم و میخوایم ازشون بپرسیم که آقای مسئول محترم چرا بنزین رو گرون کردین؟ مردم صداشون در اومده، یعنی هیچ برنامه‌ریزی در این خصوص ندارید؟ ببینید جز سهمیه بندی یا افزایش قیمت راهی نداره. یعنی یا باید سهمیه بندی بشه یا افزایش قیمت داده بشه، راهی دیگه وجود نداره. چیکار باید بکنید؟ آخه مردم نمیتونن تحمل کنن، تا کی میخواین همه چیزو گرون کنید؟ مثلا تا وقتی که مردم تحمل کنن. در خدمت رئیس اون مسئول قشنگ و مهربون هستیم. آقای رئیس پس چی شد؟ شما گفتین به مردم خبرهای خوب میدین، عیدی میدین، پس چی شد؟ عیدی همین است که مردم ما انشالله تلاش بکنن ما بتونیم به اهدافمون برسیم.
این هم یه نمونه از دستروکنی در فضای مجازی با محاسبات کامل. یه موضوع از دیشب آقای وزیر نفت گفتن که ما ماهانه 31,000 میلیارد تومان صرفه جویی داریم تو این چیز بنزین که یه ریالش هم قرار نیست برای دولت خرج به 18 میلیون خانواده ایرانی که 60 میلیون نفره پرداخت میشه. ما 31,000 میلیارد تومان رو تقسیم بر 60 میلیون ایرانی که قراره بهشون بدن میکنیم. عددی که میاد برای هر نفر هر ماه قرار بریزن مساوی از 516,000 تومان. آیا واقعا اینا قراره ماهی 516,000 تومان به یه ایرانی بدن؟ هر نفر 55 تومان، دو نفر 103,000 تومان تا 205 تومان. علا برکت لا داشته باشیم موضوع رو که قراره بقیهش کجا هزینه بشه تو دولت آقای روحانی. احتمالاً به خاطر مجموعه‌ای از این فضاحت هاست که دوباره بوی نامطبوعی تمام تهران رو فرا گرفته. از ساعاتی پیش بوی نامطبوعی در شهر تهران به مشام میرسه، خصوصا مناطق مرکزی شهر تهران. تلاش کردیم که با مسئولین مدیریت بحران شهرداری تهران در این زمینه گفتگو کنیم، ببینیم علت این بوی نامطبوع چیه. البته این کوسه‌زاده به همین واقعیت اعتراف میکنه و میگه هرچی هست به خاطر یه گندی تو نظامه. گندی زدین که بیش در اومد. بخش مستقیمه. کی گفته بهتون تلفی؟ آقای هاشمی پارسال هم این قضیه دیما هم بوده. اتفاق افتاد سال گذشته. بس قضیه امنیتیه باید برم بگردم. همزمان با بازارگرمی برای نمایش انتخابات، پاچه‌خواران حرفه‌ای در نظام ولایت هم حسابی فعال شدن. یه نمونهش اینه. سردار سلحشور تحلیلگر و سیاست مدار تیبین آمده ای تا بگویی ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت. با تمام قدرت از شما حمایت خواهیم کرد. ما اهل کوفه نیستیم دکتر تنها بماند. ای لشکر صاحب زمان آماده باد آماده باد بهرین آبادی بی امان آماده باد آماده باد. داستان رفتار این به اصطلاح نماینده ها با پاچه‌خواراشون یه چیزی تو این مایه هاست. یکی دیگه از این پاچه‌خوارا این سلبریتی حکومتیه که میخواد با عمامه پیچی برای امامش یه موقعیتی برای خودش دست و پا کنه. خواب امام خمینی رو دیدم، بعد رفتم حرم امام خمینی، بعد تمام قطعه شهدا رو یواش یواش با یه دونه ظرفی پیدا کردم، داشتم همینجوری میشستم دونه دونه مزار شهدا رو. انقدر خوابم واضح بود که از خواب میپریدم قلبم همینجوری تون تون میزد. یعنی قشنگ من امام خمینی رو با یه لباس سفید یه دفعه تو خوابم میومد. تیبریش اومد درباره کیفیت کالاهای داخلی برنامه بسازه، نتیجهش یه چنین سوتی بازاری شد. به این مهم نائل شد. ما در کنار افزایش حجم تولید، افزایش کیفیت محصولات سرلوحه کار خودمون قرار دادیم که نمونهش رو مشاهده می‌کنیم. در شرایطی که مردم از تأمین حداقل‌های معیشتیشون ناتوانند، تیبریش داره آموزش شیرینی پزی با استفاده از ورقه‌های طلا میده. و یه دونه فیسالیس هم در نهایت اینجای کار مشکلش میکنه و یه خوردم ورق طلا. بله. در پایان توجه شما رو به شیرینکاری تماشایی با حباب جلب می‌کنیم که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره.